شما از بندگان مقرب پروردگار هستید. لیکن چه علاج؟ من چندین آیات و حدیث ها را برای شما میارم، همشنه چنین استطاعتمون و در بین شما ما باوری دارم که انسان‌های دارن که زیاد میفهمن. به شما وصیت نصیحت میکنم که چقدر میتونین در حق خودتان، در حق وطن دعا کنین. دعاتان مستجاب میشود. دعا میگه که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من شما را قبول میکنم. پیغمبر میگه که ما ادله اربعه داریم، 4 دلیل، 4 تا: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. همش حکم آیت قرآنه. اینها میگن که اگر از تار سرت گناه تا آسمان میرسه، جای خالگی نداره، نکی رو به پروردگار میاری، پروردگار میگه که همون قدر ثواب گرفته پیشواز شما میبره، اما شما را در مقابل گناهاتون همون ثواب می نویسم.